مسئله خانه عروس شونده مونیس هم حل شد؟ بله همش حل. برای هر دو سر و پای یک رنگ گرفتیم. با مونیس صحبت کردید؟ معقول کرد عروس رو؟ ها، وای روزی است. شما خودتون میدونید میگوید مثل انیس یک روی نمیکند. پگاه صبح راست اول به خانه عروسی مونیس روید. تا ساعت 12 در خانه عروس همه کارو بارا به انجام رسانده راست به خانه دهقان روید. تا شما آنجا خرسندی کنید، شب دیر نشده به خانه برگردید. او شما چی؟ همراه همون نمی روید مردک؟ نه، اصلا سر و پابری این کار زنان است. در توی بعد یک جای می رویم. لیکن روشن عالم طلبشه ها را گیرید همراهتان برای کمک رساندن. اگر از طرف خداها یگان پیشنهادی دیگر نباشد، یک بار توی را قرار دهید بر روزی یک شنبه آینده. تمام. خرسندی همین خاندان ما با یک نیت نیک آمدیم. به هر یک بنده روزی تنجی آرامی بخت و سعادت دهد. آمین. اوبلک. خوش آمدتان مهمانان عزیز. خوش آمدید. خوش آمدید. کنی مرحمت به دسترخوان بگیرید. شما خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. مرحمت کنید. مرحمت کنید. دختر جان گیر. دهان شیرین کنید. مرحمت کنید.
دوگانه جان گیری و خداها هزاران بار خوش آمدن. کنی به دسترخوان نگاه کنید. مرحمت کنید. اکای سلطان ناومدن؟ روزی توی می بیایم گفتن. نصیب. شما به سلام گفتن. سلامتیشون خوب است و خیر؟ سلامت باشید. نه. سلامت باشد. رحمت شکر درست. مرحمت کنی گیرتون مهمان ها. مرحمت کنید. گیرید مرحمت. خدا جان وقتمون خیلی کم است. میدونید که بعد از خانه شما ما باید به نزد خدای دیگرمون رویم. بیایید زودتر دخترتون به سلامی مهمان ها براید و عزیزم سر و پایمون را قبول فرمایید. ما میخیزیم. مایلش حاضر. عروسی ما. بیا بچم بیا. سلام فریده جان. مبارک باشد. های کلینی من پریدیا پری. رحمت خیر میبخشیدتون زنکم. شما از پای کار خودتون شوید. من از پای کار خودم.
خداجان بیایید وقتمون خیلی کم است. بیایید سر و لباسمون را قبول کنید و مایلش ما از پای خداجان کارمون مایلش شویم. میشیشته داخل خداجان برای چه اینقدر سر و سیمایید؟ بیا بچه میشوندی. همش سر و لباس خوشروی تازه نو برآمد عجایب از خودی دوبای و ترکیه آوردن مالی تازه زیب دخترتا نصیب کند تشکر خوشبخت شوند خوشبخت شوند بسیار خوش آمدید خداها خوش آمدید خیر دل بیغم کشایش کار زندگی عمر دراز می طلبم دخترکتون دختر شما نیکبخت شود پسرکتون عمر دراز بیند سلامتی باشد در خاندانتان همیشه توی و تماشا باشد آمین خوش آمدید خداها خوش آمدید خوش آمدید تا خدا جان خوش آمدید من او را در تلویزیون دیده بودم هنگامی که برای تصویر رسمی تو جایزه میگیری. خوشروی بود. بله ولی نازنین زیباتر است. کنی بینه میزه بعد این زیره عروسیت است نازنین. بله. چه خیلی زیبا ها؟ انا این را حاضر برای نزد مهمانان برآمدن میکنیم. ها دخترها بینید خوشرو شدن؟ نازنین خیز بادگانه هایت به خانه کنج درو ساعت 12 شد خدا آمده میرسن خیز بچم زود باش بیاین همسایه خوش آمدین سلام علیکم خدا مبارک بیاید خوش آمدین سلام علیکم بگذارید خوش آمدید بگذارید ای سب باشم بگذارید مرحمت کرده بگذارین ای بولو
خوش آمدین. برنم سوزن برک شوم. خدا مبارک. آمین. تنی سحر، دل بیغم، کشایش کار و زندگی در همین خاندان همه وقت توی و تماشا باشد. آمین. آب لحظه بر. خش و تباری داماد بسیار نظرناگیر بودند. با خانواده شما مسخره میکنند. من این خیل آدم رو نمیخواهم. اینقدر وایما نکن. آنها آدمانی خوبند. یک بار رفته بین چقدر سر و پا آوردن. در دو حیات برای تو این خیل سر و پا نمیارن. میدونید کی رو دیدم؟ طلبشوی برنامه پیمان رو صندوق ها رو میکشید. با خدا و در حوالی است. اگم شوی طلبشو چی وای عقلشو خورده است که در اینجا صندوق میکشد. شاید وای از اینها هم بویتر باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ای رومالای عروس نگاه کنین. وای قمتریالی خوشروینش و غلطی ده. انا بینه چه قمتریالی خوشرویه. اینش برای خانه خالروه کرد. اینش رو گرفته تی؟ انا این لباس به نام خودتون. خدا جان مورم در شمایه. نازنین از خودتون. پاک و پیهیل بخشیدم دخترم را. در توی کرته کرده پوشیده بیایی. رحمت خدا جان. انا این لباس خوشرو نگاه کنین. اینم برای عروس خیلی خوشرو ها. چیزای بایی آورده. نصیب کند بینه چی خیلی خوشرو. نازنین بیا دخترم. بیا بچه. ای دختری شیرینم، دختری بزیبم. ناز میکنی. خای هفته آینده روز یکشنبه توی. همه خیش و تبارون رو خبر کنید. اکنون یک دعا کنید و ما به خانه‌مون رویم. کمتر دیگر شینید خدا جان. حالا یک اوقات دیگر امان تیار نشده است. دوامش توی به میخوریم.
الهی آمین. مبارکی کاری امر خیر، تنی صحت، دل بیغم، خشونی و خوشبختی، عمری درازی به برکت بیغم بده. خدا داماد و عروس خوشه پیر شوند، بچه دار و دختردار به کمال پیری برسونند. آمین. عروس شما گلی چیز رو میخورد، ما همیشه او رو نگاه میکنیم. اکنون دوامش در دست شما و شما در دست خدا. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خدای عزیز، خوش آمدید، خوش آمدید. صدقه خدماتون. شنیدگانه ها مرحمت، براحت باشه. زودتر یک چوی کبوتی تقدم کنم. دوگانه جان، گپ بین خودمان عروسی انی زیباتر. عروسی ما نیست باشد خفه نشود دوگانه جان، کلان سال میتابد. ای شد این گپ رو دیگر نگویید. هر دویشانم زیبا. انا شه بچه های خوشقد و قامت من. سلام بچه جان، چخیر شما؟ سلام. از فوتبال آمدن. بسیار نقص، بسیار نقص. خوش آمدید خلا. رحمت. خیر بچه جان. مهلش بچه، مهلش. شه بچه ها. همین فاطمه زهرای من چی عیب داشتند که خشی رو بیگانه کردید؟ زیب این بچه ها دوگانیک های من بودند. میبخشی و دوگانه جان، فاطمه زهرای تو عیب نداشتن، تو خودت عیب داری. با جای تعریف کردن دخترات یک باره آنها رو از آسمان به زمین زدی. ما هم با تو نیت داشتیم که خدا شویم. اکنون من از شما دورتر می شوم. برایت می سوزم برادری جان. همین که از خدمت برگشتی زود بیا به دیدارم. نازنازکی تو در راه آمدنت است. نازنین، برای ظفرجان مکتوب نوشتی؟ بله، از نبودنش خیلی دلتنگم. به نهایت آرزو داشتم که در جشن عروسیم اکام در برم باشد، با آغوشم گیرد و نصیحتم کند. افسوس. همین که از خدمت برگشت در حال کلچه گرم پخته به دیداربینیت روانش میکنم. پروا نکن. مهم از پس دوخت کرته های چوکی وقت خیلی کم است. ما کرپا و کرپچه ها را تیار کردیم. خیز بچم،
افسوس. طلبشو را گوید که دعوتنامه ها را تیار کند برای 150 نفر. شما انیس و مونیس خودتان سراینده های پسندیده تان را دعوت کنید و امروز رفته سر و لباس یک رنگه خرید و واقعا هم آنقدر بزمی دراز مدت هم ضرورت ندارد. 2.5-3 ساعت کفایه. خبری نو رو فهمیدی؟ نه، چی گپ شده است؟ عروس شونده مونیس دو سال از خودش کلون بوده. از کجا فهمیدی؟ این روز وقتی که حجره بانو رو بچین میکردم پیچیر پیچیری بانو رو با نیسا خانم شنیدم. نیسا خانم به خداها فرموده است که شناسنامه عروس شونده را تغییر دهند تا او را همسین و سال مونیس گردانند. توبه، این نیسا خانم نه آفت خانم بوده. برای پول و مال دنیا شده بخت فرزندش رو میفروخته است. جای زده بوده دیانگا جان؟ طلب شو برای 150 نفر دعوتنامه تیار کردن لازم. خوب شده سیانگا جان. بعد تو گفته بودی که تا توی بچه ها از این خانه میروند. چی شد نقشه هایت؟ البته میروم. دعوتنامه رو تیار کرده بیارم. سپس از پسی رفتن نمیشم. بعد از توی رو در همین خانه خورده کلان شده گشتی. در مرکه بچه های تقایت خدمت کردن نمیخواهی؟ یا اینکه ستاره هم گفته شرم میداری؟ نه انگا جان، من از خدمت کردن شرم نمیدارم. مقصد سخن شما رو نشکستن بود. با اجازت شما. اپا جان یک تحفه دارم. در عوضش چی میشود؟ چی تحفه؟ اول چی میشود گی؟ آخر تو اول گپ زن، تو چی تحفه داره؟ نه اول تو گی که چی میشود؟ مهینه سبم رو ویران کردی. کو گپ زن چی داره؟ صورت داماد. تو این رو از کجا گرفته؟ کار اینجا ته؟ نمیگویم. اول تحفه. مهینه سبم رو ویران نکن، به تو گفته ایستادم. زودتر صورت رو به من ده. نمیفهمی؟ من به تو میگم اینجا بیو به نزد من بیو، صورت رو به من ده. من به تو میگم عصبم رو ویران نکن. تو این رو از کجا گرفته؟ از خونه داماد روان کردم.
زنکو با یک بانکیر قداشیدو خدای مبارک شوم خانه و درش بینین هشای سرتون میرم ای همسایه جون خدا بختشونتیا سیر خیر بچه همسایه و مبارک خدا بختشونتیا خدا های بختشونتیا حلقامو پاک شد و بخیر یک پیوله چای که یک پیوله چای بخوریم همسایه چای گپ دارن ها زیر دم میکنم خدا مبارک همسایه جونه داماد بین هشای سرت میرم
خاله جان بیاید من یاری رسانم. نه ممکن نه. رحمت با شما نفهموندند که کار و بار خانه به دوش اعضایان عائله نیست؟ اینجا خدمتگاران کار میکنند. دختر جان، پس وظیفه ما چی است در این خانه؟ وظیفه شما خوردن و خواب رفتن است و به طور دلخواه استراحت کردن است. عروس زیبا، شما کلین سلطان حکمت. خاله جان، من در چنین محیط زندگی کردن نمیتوانم. باور کنید. شما به من اجازه دهید که همراهتان کار کنم. در دیها در این وقت و ساعت ما به کار زمین میبر آمدیم. اگر حال من آرام شینم، عضوهای بدنم بیقرار میشوند. دختر جان، اگر نیسا خانم تو را مشغول به کار خانه بیند، همه خدمتگاران را از خانه بیرون میکند. حالا تو نوروسی، کمتر وقت گذرد. میتوانی اجازت پرسی که اقلاً برای شوهرت در آشخانه چیزی پزی. حالا به بالا رو. انیس را تنها نگذار. اقلاً چیرتان برایت جانی خاله. سلام بچه، سلام. سلامتون قبول کلین. این کدام کلیم باشد؟ از آنی مونیس جان، پروین خون. نه این انیس جان عاشقم را به دست آوردم، گفته شاید که تو حالا خوب باشه. بله خوبن به فکرم. او بیچاره زنش قاعده های درست زندگی رو ناموخته باشد. عیب او چی؟ همهش خوب می شود. 1 سال در عائله ما زندگی کنه تمامی قانون ها رو فهمیده می گیرد. کلین جون گذارید، این طرف گذارید.
شکر شکر، صد بار شکر. حالا همش خوب می شود. 1 سال در عائله ما زندگی کند، پخته می شود. گیرید کلین جون، گیرید، شرم نکنید. نازنین، عروسی دادرم در سن خانه سلام میدهد. تو فرامدن میخواهی؟ اوه البته. من صبح بر وقت فرامده بودم، ولی فروش به من سپارش داد که به حجرت گذر. کی؟ فروش به تو سپارش داد؟ بله، خواهش کرد. میم بعد درخواست سپارش را تو میکنی و فراش اجرا میکند. فهمو؟ من زود میبرویم. من بعد من رو از قاعده های روزگارداری خانه اتون با خبر گپ نیست. ولی خانه ما قاعده های مخصوص ندارد. اوضاع زندگی کردن گیر چطوره که میخواهی؟ الو. خیرت، عروسک نازنین انیس از خوابش بیدار شد. این خیلی نگوید دختر جان، و میفهمد زیغ میشود. بانو، خندیدن در کار نیست. نگاه نکنید، شرم دارد. سراسی من نشو بچم. سلامت قبول. گذشته شین. مرحمت. بیو. بسری میز. بیو. کنی گذر. بیو. از این طرف گذر. احتیاط شو. سراسی من نشو. گذشته شین. گذر بچم. گذر. خیر، من میخیزم اوچش. شما با کلین ها یک جای نشسته صبحانه خورید. من باشم باز به کار دیر نکنم. خوش مانید. مایلش داده جان. شین شین بچه. اینجا اکنون خانه خودتان هست. ها، نازنین مرحمت کن. گیر گیر. مایل شوچه جان، من رفتم.
майлаш. ба куҷо? Як ба ҷои кор равам. Майлаш. Майлаш, хоб. Майлаш бачим. хабиб ҷон, ман ба дарс меравам.